قالی پازیریک یکی از مهمترین کشف‌های تاریخ فرش‌بافی ایران بود. این فرش به عنوان قدیمی‌ترین فرش گرهدار جهان شناخته میشه. منطقه‌ای که این فرش کشف شد مربوط میشه به جنوب سیبری 79 کیلومتری مرز با مغولستان، دره‌ای به اسم پازیریک. سایز این فرش 189 در 198 سانتی متر هستش و قدمت اون برمیگرده به سده سوم یا چهارم پیش از میلاد. دلیلی که باعث شده که این فرش تا الان سالم بمونه و چیزی حدود 90% از اون فرش سالم هستش مربوطشه به سرما و یخهایی که توی اون منطقه بوده و این فرش توی اون سرما و یخها منجمد شده بوده و باعث شده که چیزی حدود 2500 سال اون فرش سالم بمونه. پست بعدی ما مربوط میشه به معرفی این فرش تمام ابریشم قم که نقشه پازیریک هستش. به جزئیات این فرش میخوایم بپردازیم. پست خیلی جذابی خواهد بود، حتما دنبال بکنید.